سوال همچنین است که یکی از خواهرها گفته است که بارک الله فیکم، این خواهر به یک جوان شوهر میکرد، شوهرش هم گفت که خودش مسلمان موحد میگه، لیکن این جوان صالح الفوزان گوش میکند و فولیج گوش میکند. اما این خواهر مرو بنده رو گوش میکرد است، درسای توحید رو. و شوهرش گفته است که این همین ابو محمد گوش نکن. چرا؟ گفته است که تکفیری است. ما سوال میتیم به همین جوان، سوال میتیم که اگر تو متهم نباشی، اگر تو مذهبت مذهب جهمی نباشد، اگر خودت در مذهب جهمی عذری نباشی، تو به ما بگو که ما کی رو تکفیر کردیم که تکفیر شدیم. مشرک گفتن این فرض از فرض کرده های الله است. کافر گفتن کافر دیده اثبات شده را فرض از فرض های الله است. کافر نگوی کافر میشوی. و همین فولیجی که تو گوش میکنی، فولیج منهجش عین منهج من است. فولیج یکی از شیخای من است که من در نزدش درس گرفته هستم و درس او را تو به امروز من درس میگیرم از شیخ فولیج. درس های آنلاینی دارد، ما همراه هستیم درس میگذاریم، کتاب ها رو میخونیم، میکنیم. همون فولیج شیخ است و ما اقرار داریم عقیده همون عقیده ما یک عقیده است. فوزان هم در مسئله تکفیر تا جایی که مسئله طاغوت‌هایش میآید، مسئله سلطان‌های سعودی میآید، حق میگوید، در کتاب‌هایش حق میگوید اگرچه به زبانش نگوید. همین فوزان هم میگوید که فوزانی که یک علمای سلطان است میگوید که کسی که شرک کند مشرک است، کسی که مشرک نگوید مشرک است. نظر کن کتابش ببین ای جاهل. یا تو توحید را فقط اینفرماسیون توحید میگویی. امروز یک ماده هم هست، ماده مدخلیزم، این اینفرماسیون توحید است. یعنی تو میخونی، تو میدانی، اما عمل نیست. 2 کره 2 4 در وقتی در کاری هیچ نیست، نول. توحید خوندگی است، عملنده فقط شرک میکرد. به جای توحید فقط عمل شرک است. مدخلی توحیدش میخواست. کتاب اصول ثلاثه محمد ابن عبدالوهاب میخواند، عملش ببینی فقط کتابی کدوم شیطان خوندگی برین. اصول ثلاثه اصلا به حرف اش عمل نمیکرد، فقط طاغوت پرستی کفرش به عمل میکرد. طاغوت پرستی کفر از کجا؟ از همون علمای سلطان و غیرش گرفته است. اصول ثلاثه خوند، از یاد کرد، عمل چی؟ عمل نیست. برای که اصول ثلاثه توحید است، اصول ثلاثه کفر به طاغوت است، برات است، ایمان است و اسلام است. ما نامی اینا فقط اینفرماسیون توحید میگیم. توحید فقط اینفرماسیون نمیشود، توحید عملی است. توحید خونده عمل نکرده من موحدم گفتن این دروغ است، این کافر است. بارک الله فیک.